من باوری دارم که همین شما همین پروپاگاندیستا در همون ملک غریب، اون ملک شما نیست، اون دولت شما نیست، اون مادر شما نیست، رنگ سگ در همون جا حرام میبرن میره. من باوری دارم یگان کس شما را هم گوش نمیکنه، پروپاگاندا شما را، یگان کس باوری دارم که فکر شما را هم نمیکنه. مقصد من همچون برادر میگم شما را که از روی شما در همین رایون، در طاعت و در همین جای استقامت آبرو نداریم. اینو میگه همون خوینای ملتن. ما نفهمیدیم حسین که تا همین نو بر ضد رهبریت دولت و بر ضد اداره‌های دولتی تهدید میکنه. من باوری دارم که اگر 20 سال 30 سال گپ زنی به نام اولا قسم هیچ نمیشه. یگان کس را گوش هم نمیکنه. خوبش که همین راه بگرد. من همچو برادر میگم همین بس کن. یگان کس را هم گوش نمیکنه. نه گپ تا نه پروپاگاندا تا نه یگان چیتا گوش نمیکنه. مردم فهمیدگی ای کی خوبه کی گنده. اگر این وقت میکردی چند سری سال شد که تی یک چی میکردی، نه که یگان چی نمیشه. یک 10 سال نه 20 سال گپ زنی چی نمیشه. این همی چند سری سال شدی اگر میشید میتونستی که یک سگره من در همونجا مقصد بیزن زندارش میکردی.